خب شروع میکنیم. سیز بخیر. دی کامپیوتر که دومره سیتینگ هم نوستوی پورا ندی، خب بازم میشه که امروز یک چیزی کار کنیم. ما تا اینجا رسیده بودیم، میخواستیم که یک پروژه مهندسی کتی استراکچر که دیگه استراکچر چی رقم کار کنیم نی کتی او لینک کنیم. اونجا یک مشکل بود و مشکل حالی را شده میبینیم که چی رقم کار میکنیم. بریم در structural analysis دی default metric template دا مو چې کله خلاص که لاړ سه انزرټ ته انزرټ ته چې کله لاړی لینک روید یا از اینجا لینک روید کنین یا اینجا که زیر بیاین دی خود پراپرتیز اینجا هم هستن. اینجا روید لینک نوشته رایت کلیک میکنی اینجا برایش میگه نیو لینک. این یک صفحه باز میشه. حالا هر جایی که پروژه یا از اونجا لینک میکنی یا اینجا بخی ساده میگه لینک روید برایش میگی. پروژه ما د اینجا استنشیر پراجکت این ارکیتکچرال پراجکت ما برایش گفتیم. این را کلیک میکنی. position at origin to origin بگوین open. اوس هماغه پروژه راځي ښه ګوره پروژه راغله خو هغه بله ورځ چې کوم مشکل و هماغه مشکل دی کې ښه. اوس که ته 3D ته لاړ سې 3D ته وګوره همداسې ښکاري یوازې یو څو سلبه راغلی دی نور هېڅ شی سم نه ښکاري که نه. دلته وګوره ولې داسې موږ نه دی په کار موږ ته باید ټول دیوالونه هر شی راسي. دا دومره لویه ستونزه نه دی خو هغه ورځ پام نه و. دلته پراپرټیز ته ځې دلته ډیسپلین چې دی اوس سټرکچرل دی صحیح ده. ته کوارډینیشن ورته وایي اپلای که ټول راځي در سره. کوارډینیشن دی چې کله ورته وویل بیا ټول راځي. ښه کله چې دغه پروژه دلته راغله اوس دلته خپله کولی سئ چې نور کار پرې وکړئ. اوس که تاسو اول منزل ته ځئ دا د اول منزل ته لاړ سئ. دغه ډیسپلین چې دی ته باید د هر ویو لپاره ځان ته دی ښه دې ته مو باید پام وي. اوس وګوره هلته 3D کې ما تغییر که هغه ته مو یوړ که نه کوارډینیشن ته. ولې دا لیولیاو کې چې دی لیولیاو اوس هماغسې نه دی. لیولیاو کې بیا دیوالونه نه ښکاري. یعنې هر وخت تاسو باید هڅه وکئ هر ویو لپاره دا تغییر کې مثلا دا کوارډینیشن ورته وایي ټول دیوالونه دلته راځي. اوس دلته نور د سټرکچر کار ته خپل کوئ. د سټرکچر کار لپاره که اوس دلته لاړ شه دا لیولې چې دی دا دوه لیولې دا خپله همدې ټمپلیټ کې و راسره موږ سره د سټرکچر ټمپلیټ کې. ولې دغه نور لیولې چې دی دا د مهندسي د خپله د دې پروژې سره راغلی مهندسي کې چې کار شوی ته باید دا لیولې له دې سره یو برابر کړې. دا ډېر مهم کار دی. دا دی چې تر څو نه وي کړی بیا کار نه کوي سم. اوس دا لیولیاو د لیولیاو سره ګوره برابر دی مشکل نه لري 0 دی. دا چې دی 15 سانتي چې دی هغه نه ټیټ دی. هغه کومه پروژه چې موږ راوړې هغه نه ټیټ دی. دا سلیکټ که دا 3150 اوس هماغه سره یو برابر شو. اوس یې تا خوښه ته کولی سې دغه لیول هم کاپي کړې یا کولی سې چې دا کریټ سیمیلر ورته ووایه یو بل لیول چې همدې سره یو برابر وي که نه روپ لیول ورته ووایه هماغه جوړ کړي. مثلا کریټ سیمیلر زه ورته وایم بیخي د همدې دغه کوم لینک چې دی لینک. ښه یوه بله خبره دی اوس زه لینک دلته سلیکټ کولی نه شم که نه. لینک دلته وګوره یو وړه نښه دی ټول نه ښکاري پروجیکتور کې. خیر دا چې سلیکټ کې بیا کولی سئ چې تاسو لینک هم سلیکټ کړی سئ ښه هغه زه بیا وروسته درته
ښه اوس کریټ سیمیلر اپسیټ زه ورته ورکوم 3150 صحیح دی دې ځای نه ونیسه دې ځای پورې چې د هغه سر باندې راسي یو بل به هم جوړ کړو کریټ سیمیلر هغه ګوره 3100 نه دی که نه بامبوټی دی هغه دی وړه دی خیر دی یو ځل یې جوړ کړئ هغه بیا خپله تاسو جوړولی شئ دا اوس سم دی 6300 دې ته یوازې ته ووایه مثلا روپ لیول دا چې دی دې سره کولی سئ الاین هم ښایي کار وکړي ښه دا دی الاین یې که بیخي لاک کولی هم سي دې ته سټیر هټ لیول ورته وایه یا هر یو نوم چې سټیر هټ هماغه بامبوټۍ ته وایي سټیر هټ لیول کله دې چې لیول یې جوړې سوې نور بیا دومره مشکل نشته صحیح ده لیول دې چې دا نور هم تاسو خپله جوړولی سئ ښه دغه مثلا نیچرل ګراوند دی نیچرل ګراوند به هم زه جوړ کړم ځکه نیچرل ګراوند دی او بیزمنټ دی باید ټول موږ سره واوسي صحیح ده کریټ سیمیلر که نیچرل ګراوند کې کومې پایې شی نه لري ضرور نه ده چې جوړ یې کړي خو که یې جوړ کړي ښه دی دا به منفي 3150 دا دی لیول 1 که نه دا به داسې ونیسئ راوړه دې سر باندې او بل دی دا سلیکټ که کریټ سیمیلر سی ایس انټر کوئ ښه اپسیټ ورکوو نیچرل ګراوند یې موږ منفي 1200 ټیټ دی که نه منفي 1200 دې سر باندې نیچرل ګراوند لیول هم زه جوړوم د دې نوم بدل کړه NGL او د دې نوم بیزمنټ صحیح ده بیزمنټ دا کار اوس خلاص دا چې کله خلاص لاړ سئ لیول 1 ته لیول 1 کې پایې جوړوئ د خپله بیزمنټ نه پورته کوئ کېږي بیزمنټ ته هم لاړ سئ ولې بیزمنټ کې موږ دومره کار نه دی کړی که نه کېدای سي ټول هغه نه وي راسره زه دا ډسپلین کوارډینیشن کوم وګورو څومره دیوالونه یوازې دا دیوالونه دي منځ کې مو نور کار نه دی کړی دې پروژه کې زه مخامخ ځم لیول 1 ته خیر بیا هغه پایې یا به کاپي کړو یا به هماغسې لاندې یوز اوس څنګه کولی سو چې پایې ځای په ځای کړو دلته دا به زه پاین کړم پاین هیډن لاین صحیح ده چې لږ سم ښکاري مو اوس زه سټرکچر ته پایې ځای په ځای کوم وعلیکم السلام سټرکچر ته چې کله لاړئ ګوره سټرکچر په سټرکچر کې کالم سټرکچر ته ځئ سټرکچر کالم همدا کالم راخلو اوس په همدې ځای کې ځای په ځای کوو کالم ښه که دلته دا کالم در سره واوسي خو همدې ځای نه یې لنډ راواخلئ که نه وي تاسو یې لوډ کوئ لوډ پې ولي کټ مټ داسې لوډ کېږي لکه څنګه مو چې کمپوننټ په ارکیټیکچر کې لوډ کول نور دومره سخت نه دی دلته اوس موږ سره تیار شته دا کالم چې دی 10 په 45 کې دی ولې دا یې موږ نه دی په کار که نه ده لاړ سئ ایډیټ ته ځکه دیوالونه بیروني یې موږ څو دي 15 په 15 کې ایډیټ ته چې کله لاړئ دا ډوپلیکیټ کړئ زه ورته وایم 15 350 یا 15 کې ولیکئ 15 سانتي متر کالم لیکم دا نوم کله چې موږ کالم ټک کوو ډېر ګټه کوي صحیح ده
کانکریټ کالم سید دا نوم اول هڅه وکړئ چې هغه وي لږ وړکی واوسي ځکه چې کالم ټک کوي بیا ډېر ښه ټک کېږي که ډېر اوږد یې ولیکې بیا ډېره ګډوډي راځي ډرایینګ کې نو 15 کې کانکریټ کالم ورته دا لا اوس ایډیټ سوی نه دی بی دایمنشن بیش مثلا بی یک طرفش است H دپتش دیگه طرف این را ایدیت میکنیم 350 این را اینا 350 میشه اگر قیمت یک پایه برایتان معلوم باشه مثلا کل پایه ایتان 3 متر و 15 میگیره یا اونمو بیم تفریق میکنیم قیمتش معلوم باشه اینجا قیمتش هم داده میتون یک روز ما برآورد کار کرده بودیم نه ولی او ریکارد نشد خیر از باز یک روز دیگه می دای پریویو هم دیده میتونی کالم که چی رقم هستن کالم میتون این کالم ما دیگه سیتینگش خلاص شد اوکی برایش میگیم این کالم 35 در 35 کانکریت کالم است هر جای حالی که را پلیس میکنی میشه که اونجا جابجایش کنی اینجا یک دپت هستن که ما مثلا در لیول یک هستیم این را اگر پلیس کنی از لیول یک تا نیچرال گراوند در دپت جای میشه نه اگر اینمی را هایت بکنیم هایت برایش بگویم این میشه از لیول یک تا لیول دو اگر تر لیول که این پایه رفته باشه اونمو را سلیکت کنیم ما تا لیول دو این کالم جابجا میکنیم سیز این کالم جابجا میکنیم اینم اینجا یا این طرفش بیاریم که خوب مطمئن شوی نه MD از این برین باز الاین کنین الاین که تینمی گرید لاین که بیخی در سنتر بیاین این یک پایه که اینجا ماندین اینمی باز سلیکت برش بگوین کریت سیمیلر CS انتر میکنی سیز چرا نمیشه CS خوش شد CS کاپی میتونین یا کریت سیمیلر برایش بگوین یک دفعه سلیکتش کنی هر چیزی که بخواین میشه یکم این طرف میمانیم بیخی گدوات بانین مشکلی نیستن خب هر جایی که میمانی باز در ریویت خوبی است هر رقم که بخواین شما میتونین که او را باز اجست کنیم میبین ما بیخی دور از این میمانیم مثلا اینجا اگر بخوای بانش اینم اینجا این پسان حالی جور میکنیم که چی رقم جورش میکنیم سیز اینم اینجا خون بیخی ضرور است نی و دروازه و طرف برده بودیم خیر از سی طرفش میاریم باز این یکی اینجا میمانی اینم اینجا ضرور نیست اگر میمانی میشه که پایه را کار کنی یک پایه اینم اینجا میمانی خب این پایه را که ماندی MD یا اینم اینجا در مودیفای میره که از این کمان براینه MD انتر که دی نوزه اوس را سی الاین تا گوره AL کتی الاین میکنی سنتر تا سنتر این ای پایه سنتر شد کتی نمی گرید لاین اگر در گرید لاین الاین میکنی این بیخی در بین میاری ولی ما اگر بخوایی که در بینش بیانی اگر یک طرفشی طرف میارین میشه هر رقم که بخواین ما در سنتر جابجا میکنیم اینمی کالم این کالم که هستن میشه که دی گرید لاین یک دفعه سلیکت کنین که الاین شا اینمی کالم اینجا ببرین باز اینجا کلیک کنین باز دی سنترش بیاین که چی شا این میشه لاکم کنین دیگه اگر شورم میخوره مثلا نی گرید لاین تغییر میتی بازی کالم هم طرف میره اگر لاک نباشه باز نمی کوشش کنی هر چیزی تان لاک باشه باز هر وقت که در یک دیوار تغییر میاوردی کل هر چیز چی میشه تغییر میشه مثلا این کالم اگر کتی لاک کنی نی کتی دیواره باز مهندس اگر تغییر بیاره در دیوار اینمیم کتشان میره کل تغییرات باز دایم میاد به خاطر که لینک شده خب اینمی پایم میشه این رقم زیاد وقت میگیره خب که ما این رقم پیش میریم اینمی سه پای ما که الاین شده
ایره میبریم تا نیچرال گراوند یا خود تاکاو میبریم، اونجا یک پوتینگ میتیم، ریبارش کار میکنیم، یک بیم در سرشان میپرتیم دیگه. خب فهمیدین که چی رقم کار میشه. ضرور نیستن که بازی تکراری کار شد، خسته کنم میشه. چی نمیشه؟ الاین میشه دیگه، مشکل نیستن. خب الاینش کنی که منظم شوه، ای که الاین کردی دیگه خلاص هستن دیگه. کارا میشه که مثلا اگر حالی در 3D برین اینمی پای کلش معلوم میشه نی، ای الاین نشده نی بیرون هستن، بیرون معلوم میشه. اینم حالی میریم ما مثلا در لیول 1 برین، اگر ای پای میخوای که بیخی تا چی برنی، تا زیر برو رقم اونجا باید جدا جور کنیم. سایز حالی در بیزمن میریم، سایز در بیزمن میریم، ایره هیدن لاین میکنیم، define خب کالم اینمی کالم بود نی، ایره هایت تا نیچرال گراوند نی، ما تا لیول 1 که برسه نی، از لیول 1 ما رفته بودیم تا لیول 2، ای تا لیول 1 برسه. سیستن هایتش تا نیچرال گراوند نرسه، بیخی از بیزمن تا چی بره، تا نمو لیول 1. اینه یک اینجا میمانیم، یکی اینجا دایی گرید لاین بود نه، یا داو بود، دایی بود بکن میکنیم، یک دایی ایرا لاین میکنیم. یک دفعه یکش چی کنین، اینمی کتی الاین شوانی، باز اینه ایرا بگیرین، اینه کتی الاین شو. الاین که میکنی یک دفعه اونمو که به چیزی میخوایی الاین شو، اول باید او سیلکت کنی. خب باز دومش کدام ابجکت که میخوایی کتی او الاین شو، او را سیلکت کنی. اینه ای الاین شد. سیز حالی میخواییم به ای تعداد بتیم، ای را خود جور کردیم. اگر ما در 3D بریم، باز این از اون طرف ببینیم، اینه پایه کلش جور شده از جی تو اگر این لینک به ما نشان نتنی، اپلای کنیم که تنها چی به ما نشان بده، کالما او در استرکچر هستنی، این ای رقم معلوم میشه. ای ببین خوب الاین نشده کتی نمی، اگر ببینی یکمی چی معلوم میشه نی. ویزیبیلیتی گرافیک ریویت لینک اپلای اوکی. ای الاین نیستن نی، میبینی مثلا ای الاین برایش ببین کتی بالا صحیح بود نی، یک پیسش بگیرین کتی پیس یکمی چی میخواه اینه صحیح شد. حالی میشه که اینمی پیس بگیرین کتی پیس، دو پیس که صحیح شود دیگه شاولش صحیح استن. ما دسته که شاول میکردیم دو طرف شو رجا مینداختیم، سنگه نسیم این خوب الاین نیستن. خب یعنی اینمی کتی و اینمی اینش شد کلش گذاره. حالی صحیح شد. در این سه پایه کار میکنیم، بیمایشم در سرشان میپرتیم میبینیم. صحیح اینه در چی میریم؟ در بیزمنت. باز در بیزمنت میریم. صحیح در بیزمنت برین، حالی در چی برین؟ در ایزولیتد. اگر ای ایزولیتد پوتینگ هستن، اگر وال پوتینگ هم میشه باز به ای برین. ما اینه میره کار میکنیم یک دفعه. صحیح
ایزولیتد پوتینگ اینجا یک پوتینگ کتیما هستن ولی نمیخوایم که به این دایمنشن باشه. میریم در ایدیت ای را دوپلیکیت میگیم. این میشه که 150 در 150 سانتی و تکنیسش 45 میگیریم. صحیح است. پوتینگ نمبر 1 برایش میگیم. صحیح است. تیپ 1 اوکی. 45 باشه. تکنیس ویدش 1500 و 1500 در 1500 دیمیم. اوکی. ولی ببین پوتینگ چقدر آسان جابجا میشه. اینجا برین، اینجا پوتینگ ما خلاص. پوتینگ که جور کردی حالی برین در لیول 1 نی. در لیول 1 بیم میخوایم که در سر اینمی یک بیم چی شود جابجا کنیم. بیاین در بیم کانکریتی میبینیم اینجا 30 در 60 هستن. اگر ای را باید ایدیت کنیم ما 35 داریم نی کالم. میریم در ایدیتش ای را دوپلیکیت میکنیم. ای را 35 در 45 میگیم. این بیم میشه بیم 1 برایش میگی، بیم برایش میگی. اگر زیاد بیم ها باشه نامایش مشخص شده. خوب است. ای را 350 در ریویت هم فکر میکنم مثل که در ایتابس کار میکردیم. نه اگر واحدات در اینجا در میلیمتر است میبینیم چک میکنیم که میشه نمیشه. 35 در 45 است. 45 نوشته کنی اس ام کتشان نوشته کنی که کنورت میکنه. نیونه کنورت کنه. واحد که نوشته کنی خودش کنورت میکنه. در یونیت که پروژه باشه در او چی میکنه. خب اوکی میکنیم. بیم ما از اینجا میخوایم تا اینجا یک بیم کارشه. بیم 35 در 35 در لیول 1 هستیم نی. این ازی اگر جدا جور میکنه مشکلی نیست. مثلا تا اینجا یک دفعه جور کنین، باز اینجا کلیک کنین تا اینجا کلیک کنین که بیم جور شه. اگر حالی در 3D برین ای را در 3D ببینین این بیم جور شده. این که معلوم میشه ای را اینالیتیکل مدل هستن. خب اگر این نداشته باشه نمیتونی به این لود اپلای کنی دیگه اینالیسیس برای بکنه. اگر اینمی اینالیتیکل مدل و چیزا داشته باشه نی باز میشه که اینجا لود اپلای کنین یا اینمی را ببرین به ایتابز یا دیگه در روبوت اینالیسیس که میگه نی دایم میشه. ما حالی پیش میریم. صحیح لود اپلای کرده میتونی، کمبینیشن جور کرده میتونی. اگر روبوت اینالیسیس داشته باشی مثل کیویری یک پلاگین استندایی نه او برات میکنه. یا اگر گریتک یک کمپانی هستن به یک چیزی جور کرده که اینالیسیس بکنه کلش. نه خودت تا جایی که میشه ما برات میکنیم اون را پیش میریم. آلیسیس ای را کاپی میکنیم. ای اردویش سیز کاپی align to selected level در لیول 2 پیست میکنیم. اینا بیم ما جور شده. اینمی بیم کلش در 3D جور شده. نه چیزی که ما میخواستیم بیم هر چیز جور شد. اگر حالی در چی برین اینمی اینجا اینالیتیکل مدل از خود در 3Dش ببینیم. اینم میبینیم. حالی اینجا میتانی در اینمی اینالیتیکل مدل که آمده ما یک پریمش کار میکنیم که چه رقم میشه. باز میشه در ریبار بریم در دیگه چیزایش بریم. اینجا اینالایز هستن. خب در این که آمدی میشه باندری کندیشن. اینجا یک نامی دیگه از مثلا در ایتابس که خود ریسترین بود ایتکا که میتی برایشان اونا مو گپ هستن. اونا کلیک میکنی پیک سپورت میخوای، پین میخوای، رولر میخوای، چی رقم میخوای. ما پیکس میخوایم. سایز
این اپیکس اینجا کلیک کنین و اون اپیکس سپورت برش دادیم. نه سافتور میشناسه خب اون اینالیتیکل مدلش آمده نه از بیم از کالم، ولی شما هر سافتوری رقم کار میکنه که اینپوت دیتا خب باید برش بده نه، ولی اون نمیفهمه شما پیکس سپورت میخوایی رولر میخوایی چی رقم هسته نه. اینمی را اگر لود مال اپلای میکنی نه اینمی را سلکت میکنی با ای اگر لود بخوایی که اپلای کنی در اینالایز بریم اینجا لود هستن. خب لود در لود که رفتین اینجا لاین لود که هستن اگر در تپس کار کرده باشی تقریبا اونمو رقم هستن. تنها یک کمی چی فرق داره که اینجا یک لاین اثری اینمی درا میکنی مثلا از اینجا میخوای اینمی رقم یک لاین درا میکنی، اونجا یک چیز سلیکت میکردی در یک مینیوم میامد باز اونجا ویلیو میدادی که چه قدر شد. اینجا تنها اونمو لاین درا میکنی این لود اینمی چی آمد ایره سلیکت میکنی، اگر ایدیت میکنی لود در ایدیت برین اینجا میشه ایدیت کنی. اینه لینیر فورس سکیل از 0.0 چقدر هستن نه 3 متر مربع پر کیلو نیوتن اینمی قدر چیز هست. مومنت سکیل باش یک جای دیگه هستن اینمی خود که لود ویلیوش چی کنیم زیاد کنیم او را سلیکت کردیم آل 1 کیلو نیوتن بر متر هستن نه اینم اینجا اضافی میشه. منفی که هستن زیر هستن، اگر این مثبت شو ویلیوش بالا میره. این اگر ما 4 برش ببیم اپلای کنیم اونمول 4 کیلو نیوتن پر متر شد. و دیگه ایدیت پراپرتیز که بود و فکر میکنیم تنها با سکیل گرافیکش هستن دیگه شاید کتیا چیزی نداشته باشه. خب منفی 4 کیلو اگر زیاد میکنی میشه زیاد میشه، اگر اینجا اپلای میکنی یا در این کالم خب اینمی رقم اپلای میشن لودش که چه رقم میشه. دیگه میشه لود کیزیز هستن دید لود داری لایو لود هستن وین لود سنو لود ELR این روپ لایو لود اینجا هستن. خوب است تشریح کرده تمپریچر هستن سیزمی کل لودا اینجا اد کرده میتون. خب ایره ما یک چی میکنیم مرور میکنیم ما در یک گپ نمیزنیم مقصد ایره کار میشه که کار بکنیم. این اگر در لود کمبینیشن برین اینجا اد کرده میتونی که کمبینیشن تان اد کنی. اینجا میشه ایدیت سیلکتد فرمولا او فاکتورش که برایش بتین مثلا دید لود هستن در 1.2 ضرب میکنی در 1.20% اضافی میشه. لایو لود در 1.7 1.6 در چقدر که در که میگیری اینم اینجا میشه که بگیری. واضح میشه که اینم اینجا که ست هستن نه او قدر ما هم زیاد کار نکردیم. خب این باز لود کامبینیشن یوزیج هستن. اینجا که لودا گرفتی حتما اینمی در یک کامبینیشن میاره نه باید بیارین اونمو لودا ایتن که در یک کامبینیشن شا مثل اینمی واره. این یک ببین اینمی را میگیم تباش کامبینیشن جور کن کامبینیشن سپر یک سیز اینمی کامبینیشن از ای دید لود هستن دید لود دو نام از خیر است ای را لایو لود میکنیم. ای دید لود هستن سکیل فاکتور 1.2 برش میتونیم اونجا بالا ببین خودش اتومات تغییر میاد سیز ای را 1.6 لایو لود هستن اد میکنیم دیگه ای را میشه که سنو لود بگیم فاکتورش سنو لودو قدر چی نیستن اون 10% بگیری که اضافه میگیری. دیگه میشه ارتکویک لود میگی هر چیز ما سوپر دید لود میگیم خلاص که تنها چی شود سوپر دید لود هستن این 20% ما اضافه میکنیم 0.2. حالی اگر اینجا ببینیم این نام کامبینیشن ما اینمیستن چیزی که در ایتمز میدادیم. خب اینجا یکمی تغییر داره و قدر چی نیستن. اینجا باز اینمی کامبینیشن که هست
اینمی میشه نامش هم تغییر کنی. اینمی لودا که هستن کلش اونجا آمده. اینجا میشه سپریال برش میشه باز دیگه کامبینیشن اینمی رقم جور کن. دیگه ده اینالیتیکل مدل سیتینگ هستن، باوندری کندیشن هستن، مثلا پیک سپورت چی رقم هستن، پین رولر کلش تشریح شد. اوکی. خب این لود کامبینیشن و دیگه گپایش بازی را که اینالیسیس میکنی نه این را باید در کلاود ببرین یا میشه که در چی اینالیسیس شد. اگر ساپستیک داشته باشین که مدبای سکوت نه باید در کلاود شد، در کلاود و یا ایت شد که روبوت اینالیسیس به اینستال میشه. ما وقت در کار نکردیم دو میشه در ساپستیک میتانی در گریتک میشه که او را اینستال کنی باز مدبای سکوک در کلش در ساپستیک شده اینستال میشه کتریویت واز مثل پلاگین واری اونمو پلاگین از دیگه میاد دیگه اینالیسیس میکنی خود ریبار بیتال هرچی دیگه ایشون اونجا اینالیسیس دیگه که میمانه بازو را او کار میکنه. صحیح است. Analytical physical model support. اینجا دیگه اپشن هم چیزی معلوم نمیشه نه. اگر اینجا روبوت اینالیسیس می بود شاید اونجا میتونستیم که اونجا ببریم نه که چی شود اینالیسیس شود. مثلا اینالیتیکل اینجا مدلش هستن که جور کنین لود اپلای کنین اینالیتیکل مدل تولز هستن نه. اگر این را سلیکت کنیم اونمو چیزا میاد چیزی که اونجا هستنی اقدر چی فرقی نداره. خب ما میشه پیش بریم. صحیح یا کمی پیش میریم. این را وقتی که اینالیسیس کردی ولی دی کامپیوتر و چیزایی و اکثر اینستال نیستن نه. اگر می بودی در تبز هم میتونستی اینمی را ببری اونجا زود اینالیسیس کنی دیزاین کنی پس اینجا بیاری. خب ما فکر میکنم که یک خانه رهایشی هستن در یک پایش سیخ که پرتم 1% تقریبا میشه اونمو کار برش میکنه. در تعداد هم اونمو رقم 16 میلی میگیریم. حالی گپی مهمی هستن که چی رقم حالی دیتیلینگ بکنیم. دیتیلینگ خیلی چی هستن نه. ببین در دیتیلینگ چی میکنیم. برین در بیزمنت این ای تعداد هستن نه. اگر نخواهی که اینمی چی را نبینی نه خود ارکیتکچرال پراجکت وی جی انتر میکنی اینجا ریویت لینک هستن ایران چک کنین اوکی برش بگو هیچ برد معلوم نمیشه. حالی میتونی خوب صحیح کار کنی سر اینمی این را سلیکت کنی. ما در پوتینگ حالی کار میکنیم نه. برین در ریبار اینجا ریبار هستن یک دفعه پروژه تان سیو کنیم سیو نکرده بودیم. خب این پروژه اینجا سیو میکنیم برایش میگیم structural project. خب ریبار shape definition will include hooks and will ignore in treatment this option. یک مسیج برای دادم مشکلی نیستن اوکی کنین خودش میاو ریبارتا. اینمی ریبار شپا ما داریم. حالی در پوتینگ که ما کار میکنیم اینمی ریبار اینمی که هوک داشته باشه نه. اینمی ام سپیر دوره کار میکنیم. اینمی این 13 امیم هست اینجا ما 13 نمیمانیم چند میمانیم 16 اینه 16 ام. صحیح. حالی ببین کار نمیکنن. پیش از اینمی میشه که حالی اینمی را بگیرین دایی کار میشه خولی پیش از این از ما زیادم رفت که کورش باید چی شوه. خب بایی کور آسان شوه که کور چند است. اینجا که هستن تاپ پیس باتم پیس ادر پیس
تاپش 4 mm است نه 40 mm تاپ اینمی را میمانیم سایز باتم یک کمی زیاد میکنیم اینجا بری بار گفتنی خب خب اینجا نمیشه سایز این را سلکت میکنیم یگان دفعه بیخی ادا چی میشه کاور اینجا ببین که کجاست به کاور خب یک دفعه سلکت کنیم یا در 3D بریم باید کاور بیان ریبار کاور تاپ ای عمومیات نوشته کردنی نه دلتا راضی خواه نه دا خوی چیسته که دا خو راغلی دی ما مطلب دا دی خواه چې دا مو سلیکټ کړی زه کاور دلته ورته ورکړم کاور دلته اساین کیږي ورې زه دا دې خواته راوړم یو ځل زه دا دې خواته راوړم دغه خپل سکرین ته راوړم چې ایره کاور پیدا میکنیم که کجا میشه ایره سلکت میکنی کاور خیلی آسانتر چی میشه خب سلکت structural foundation خب structural foundation geometry analysis rebar okay rebar set placement خیر از باز ما بیخی سعی پالمش که کجا هستن ولی که سلکت شوه کاور باید برایش اساین کنیم مثلا 4 سانتی میخوای زیر میشه که کلان باشه نه 7.5 سانتی باید پوتینگ داشته باشه خیر از مشکل نیست باز میشه که ببینیم مثلا باتم پیس هست اینجا خورد از 40 گفته نه با 16 باشه تقریبا تو 16 خویی دا 40 گفته یه عمومیت چی کرده این میشه که ما مکزیمومش چی کنیم مثلا باتم پیس هست 75 interior slab wall just shell نمی شل میگیریم کلامش exterior 16 اینه نمی چل برایش میگیریم سایز حالا اینمی میگیریم باز یک اپشن هستن میه خب حالا نمیفهم که چرا در این نمیه حتما یک چیز گپ شاید باشه در ریبار میری در این ریبار که ربطی اوکی میکنین اینجا کل شیپا میه ما اینمی شیپ اول که هستن ایره چی میکنیم ریبار شیپ او 16 میلی میگیریم خلاص اینجا چند اپشن میه پیریلل تو ورک پلین هستن پیریلل تو کاور هستن و پرپندیکولر تو کاور هستن اونجا کلش برایتان معلوم میشه خب یعنی ولی اینجا ما جابجا کرده نمیتونیم یکشم کار نمیکنه خب که کتی کاور کار کنه بخاطر اینمی مشکل باید ما یک کتا بگیریم از این یک کتا بگیریم نه که پیرینال کتی اونمو ببین که چه رقم کار میشه باید یعنی یک کتا از اینجا میگیریم شاید او کاورم که معلوم نمیشه حتما از این خطا نداره یعنی در خطا میریم ویزیبیلیتی گرافیک این را بخیاب میکنیم اپلای حالی ببین این را سلیکت کنین در ریبار برین اوکی این ریبار را گرفتیم و نمو ریبار است حالی برش بگیم حالا اگر پرپندیکولر برایش بگوی نه ببین پرپندیکولر تو کاور پرپندیکولر بیخی عمود برای جا به جا میکنه اینمی خطی سبز هستن نه سبز که معلوم میشه و نمو کاوریم هستن این میشه پس ما اجست کنیم خب اینمی داشلان که هستن
اینمی چی هستن؟ خود کور هستن. ببین از این کور زیر ما سیخ هیچ جا بجا کرده نمیتونیم. این پرپندیکولر که اینمی کور اگر خود میخوایی که چی شونه، مثلا پیریلل تو کور که اینمی کور هر طرف از ده پوتینگ نه، به خاطر اونمو یک رقم است. اگر ما یک شمی گیریم سیست پیریلل تو کور میگیری، آلی ده پوتینگ هر یکش کار میکنه. یک دانهش اینجا بان، اگر یک دانه پیش از پیش نمیمانی، اگر میخوای زیاد بانی، اینمی سینگلش میشه برایش مکزیموم سپیسینگ بگوین، ای آلی ده 10 سانتیستن ما 150 میکنیم. اینجا که آمدیم کل سیخا یک دپه ها بیخی یک دپه برایت میمانه. خب ایره میمانیم خیر از اونجا معلوم نمید. اینه با یک کلیک کلش جور شد، با یک کلیک. اگر سیخای بالا مالی میمانی اون بالا برین، یک کلیک بکنین اون سیخای بالا هم جور شد. حالی اینمی سیخای دیگه که هستن که این موازی باید این هستش. موازی ما میخوایم این رقم بانیم، نه موازی برایش بگوین اینم اینجا خوصه ایستنو اینمی سیخه اینجا میمانیم و بالا اینمی سیخ اینجا خلاص شد دیگه. اگر کمی اجستمنت میخوایی که این را اجست کنی، مثلا این سیخ هستن، این سیخ اخیر کار ما نیستن، نه بیخی بیرون آمدن ضرور نیستن. این میشه یا این طرف بیارین یا اینمی تکمار که هستن هاید پرس ریور، این بیخی برایت هاید میکنه هیچ معلوم نمیشه اونه بالا رفت. این با زیرش سلکت کنین اینمی بوس شد. این دیگه که هستن این را سلکت کنین هر جایی که او تیک مارک هستن، نه اینجا که معلوم نمیشه تاثیر اینمی ویو پورت هستن باید معلوم شه. این را باید سلکت کنیم، نه سلکت اینمی را ببریم دیگه اینمی استن سلکت اینه شد. این اگر حالی خود یکمی پیش میریم اینجا خوب معلوم نمیشه، نه که دایی هستن، نه دایی نمیستن. اگر ما دا چی بریم اینجا ایدیت ویو رنج هستن دا وایر فریم میشه دا وایر فریم برین یا میشه که اونجا ترانسپیرنسیش کمی کم کنی باز معلوم میشه. یعنی یک دفعه ای را که چه کرده یکش سلکت کنین تا باش اگر کلش سلکت شد ویزیبل این ویو کلش سلکت شد، نه اینمی را کاپی کنین. کاپی مودیفای کجاست؟ ریوار مودیفای این اینجاست. کاپی ای دا کلی پوتینگا ما میبریم این اینجا پیست میکنیم. میشه اونم رقم میشه. خیلی تکمیل شده دیگه با پوتینگ. سیخی با جالی بالایش ما انداختیم زیرم بود، نه کلش. اگر حالی ما دا چی بریم دا خودی 3D دا 3D بریم 3D چیش میشه ترانسپیرنسی کمی چی کنین زیاد کنین، نه که معلوم شد. دیره یک رایت کلیک میکنم کلش سلکت شد. اینجا یک سیتینگ است. خب ویزیبیلیتی اینمی ویو ویزیبیلیتی استیت هستن. ایره در 3D در 3D که هستی. خب ایره تیک مارک کنن اوکی برایش بگوین که سیخا 3D نشان بتن. میبینی
اینمی کلی سی خاک شد 3D شد. اگر حالی دیگه متریال برایش اپلای کنی نه باز خیلی خوب معلوم میشه اینمی. یا اینمی در شیدید ویو اگر ببینین این رقم معلوم میشه در پایین باز خیلی خوبتر معلوم میشه نه. یعنی اینمی حالی اینمی که یکی دیگه چسبیده نه باید این رقم نباشه در ساحه خو این رقم کار نمیشه نه. این میشه که اینمی سیخه یکمی داخل ببرین. این اگر سلکتم کنی کلش میره. خوب این تو نیستن که یک دانه سلکت کنین دیگه یک دانه بره دیگه نه. این اجست کرده میتون. یا اگر این بالا سلکت کنین اینمی پیدا کنی اینمی نشانی هر جایی که باشه کشش کنی جورش کنی میشه. در سیکشن از این خوبتر جور میشه. اگر در سیکشن برین در این سیکشنش شد اینه در این سیکشن خیلی خوبتر جور کرده میتونی. این را سلکت کنین اینه ای طرف میارین اینمی تو باشه اینمی کمی داخل ببرین این بیخی ریلیستیک برای جور میکنه. اینمی رقم از کالام هم جا بجا میشه که باز صبح اینمی چی بخوانیم خود کالام اینه ای پوتنگ شد بازی میشه تک کنه دیگه کارام سرشان میشه و مشکلی نیست. این را سیو میکنیم صبح دیگه گپ میشه.